سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من پرامسچی هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروز قراره برترین اتچمنت های سیزن 7 رو بهتون بدم که خودم استفادهشون میکنم، از اچس و گیل گرفته تا 117 متیک. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها، بریم سراغ اتچمنت های بتل. اول از همه از 117 شون این اتچمنتش رو برداری، واقعا عالیه. نقطه زن خیلی ها رو دیدم اون بلاوه وسط ایم رو خیلی بزرگ نگه میدارن و برای این کوچیکش کنین و راحت ترشین، سمت چپ گزینه پایین رو بزنید، سمت راست بالا شرطنده رو میزنید و گزینه اول رو میزنید، 50% میارینش، کمه سیو کنین و میزنید. بهترین اتچمنت انفورد که میریم تستش میکنیم براتون. قبلا اتچمنت بعدی برای ایسیار وانه که این اتچمنت رو بردارید و اگه این خشاب رو دارید اینو بردارید. خدای تمام گانا بالا سمت چپ اتچمنت ها هستش. گانه بعدی FFR اتچمنت که اگه دانلودش نداشته باشید خیلی بهتر میزنه به نظر من، ایپش فستش عالی. گانه بعدی دیگه این اتچمنتش رو برداریم، فست و ایپش عالیه. اگه خشاب فلش کننده نخواستین احیانا این دوتا خشاب هر کدوم رو خواستین برداریم. این اتچمنت رو برداریم که قبلا تو کانال گذاشته بودم. و گانه بعدی گانه VMP که یوتیوبر خیلی برش میدارم مدیکشون. بعدی HS سمت چپ بودش هست، اینم خود اتچمنتش. دیوای پکت بریم سراغ بسشون. این سه تا شات کانا همشون اتچمنتشون واقعا خوبن و وانشات میکنن و بستگی داره با کدوم راحت باشون، هر کدوم خواستیم برداریم. کریم سرعتش متوسطه، دیوای سرعتش بالاست، HS سرعتش پایین. بریم سراغ بیوای که قبلا لقب پشه‌کش رو بهش داده بودن، ولی با این اتچمنت دیگه جای چس رو میگیره. بریم سراغ HS. خیلی ها فقط HS نمیداریم. HS که واقعا وان شد.
دوتا هستش. اینطوری هستش، خیلی خوبه. هم 43 تا 24 تا خوبه. من مکتن رو به VMP ترجیح میدم. حالا بستگی به سریع هر اتچمنت خواستیم کامنت ها بگیم که تو شورت ویدیو ها براتون اینم از بریم سراغ اسنایپمون. چی بگم؟ و در دسته از رایفلا از 117 شروع میکنیم که این اگر نگاه کنید الان ایم 117 من خیلی کوچیک از البته بقیه هم بیشتر اکثرا این کارو میکنن ولی بعضی هستن که نمیدونن بالاتر این کار اون میشه بهتر وقتی نمیدونی وانه بعدی انفوری که به نظرم به جای 117 انفو رو برمیداری. دیگه چی بهتره؟ بریم سراغ گانه ACR1 تماما فشار شد. خودم وقتی رفتم آرکاد دیدم رو زمینه یادم افتاد یه اتچمنت براش درست کنم. اتچمنت خاصی نمون تو اتل. تو مولتی به دلیل اتچمنت ها که خیلی زیادن نمیتونیم تستشون کنیم ولی به خاطر شما اونایی که مهمن فقط تست میکنیم یه 2-3 تا ولی بقیه رو مطمئن باشیم من تست کردم میتونید خودتون هم تست کنیم. اتچمنت اول برای باروسه اینو برداریم واقعا اولی میزنیم. بعدی 117 اینو برداریم. بعدی ACR1 برای مولتی اگه خشابش باید سنگیم 40 تایی رو بزنیم که تو بتل بیست. بعدی کنچل 4 همشون برای مولتی هم و خیلی پیشنهاد میشه. اتفاق برای دوئل من دوستانشی فقط کافی یه بار تستشون کنیم. یک 53 که دانلود نمیدونم
زیاد پیشنهاد نمیدم. بریم سراغ اسناد. اونایی که اسپیار میزنن این اتشمنت رو بردارن. اونایی که با دیگه سر کار دارن این اتشمنت رو بردارن. اونایی که تیری لاین که خیلی ها بهش توجه نمید. HDR که تستش کردیم قبلا اصلا نیازی تست تو شورت ویدیو ها میتونیم بریم نگاش کنیم. بعدی کوشکا و لوکاس. این اتشمنت ها رو برای اسنایپر برداریم. برای SMG ها PDW این اتشمنت رو برداریم. دستم خود رفت به زوربک. برای کیفینان این اتشمنت رو برداریم. برای PP19 اینو برداریم، مخصوصا اگه ایپیک یا روی دیفالتش بندازین خیلی بهتر از لجند میزنه. لاپا این اتچمنت ریلود سریع، دمیج بالا، سیکس رنگ که به نظرم تمام گانه هستن جلو شانسی نداره این پاداشه به نظرم، مخصوصا اگه متیکشو داشته باشیم دیگه هیچ. و یو اس اس این اتچمنت در دسته شاتگان بیوای که تکتیر میزنم، نمیخواین تکتیر بزنه این اتچمنت DHS دیگه اینو نداشته باشیم. این اتچمنت سیاه رو بگه کیارم بازی این کیارم. بریم چند تاشون رو تست کنیم، از جمله یه دونه اچس تست میکنیم براتون، یلو تست میکنیم، سادازه تست میکنیم، همین بقیه هم که تست شد. Stick together if we're gonna make it out alive. دیگه دستش Batman 6 برای شما ایپیک بود درسته؟ که رو ایپیک این داختم و سیکسمن که سرعت بالا، دمیج بالا، فشار بالا، رنج بالا، همه چی بالا. یه چی میخواین؟ این فایر قوی این هم خب بچه ها ویدیو امروز به پایان رسید. امیدوارم اتچمنت ها به دردتون خورده باشه. لطفا یک ثانیه وقت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید، کامنت و لایک فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.